بچه‌های گلم امروز قراره شیرموز درست کنیم. درست کردن بچه‌ها چیزهای خوراکی مثل شیرموز یا شیرینی، کیک، اینم یه مهارته. خیلی خوبه که ما مهارت رو یاد بگیریم، با هم دیگه استفاده کنیم. میتونید این کارو توی خونه در کنار مادرتون انجام بدید. حالا من امروز شیرموز رو درست کنم، شما میتونید خیلی چیزای دیگه درست کنید. حتی میتونید دیزاین و تزیین این شیرموز رو با چیزای دیگه شما توی خونه در کنار مادرتون درست کنید و دور همین از این مهارتی که شما استفاده می‌کنید لذت ببرید. یه میوه هست که پتاسیم داره، ویتامین سی داره بچه‌ها. حتی برای افراد دیابتی خیلی عالیه که از موز استفاده کنید و میوه بسیار خوشمزه و لذیذی هست. بیشتر بچه‌ها این میوه رو دوست دارن. ما هم خورده باشید شما میتونید از این میوه لذیذ و خوشمزه استفاده کنید. برای سرماخوردگیتون هم خیلی هستیه. یه عالمه ویتامین داره، برای دندوناتون خوبه، برای رشد بدن خوبه، کنترل داره، قد شما رو بلند می‌کنه. باید از مخلوط‌کن استفاده کنید، اما چون الان مخلوط‌کن نمی‌تونید از این نخودکن برقی استفاده کنید. یه مخلوط‌کن خیلی خوبه و شیرموزمون رو امروز با نخودکن برقی